همونطور که اول برنامه خدمتون قول دادم هم اکنون همراه هستیم با آقای اسماعیل مولودی. درود به شما آقای مولودی عزیز. سلام عرض میکنم و درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو رهاوت و همکاران خوبم در رادیو. ممنون و متشکرم. امیدوارم که به شما تا این لحظه خوش گذشته باشه و از این به بعد متشکرم از لطف. اوقات خوبی رو داشته باشی. تشکر از لطفتون. خواهش می‌کنم. من آرزو دارم قربان شما. من به شنوندگان عزیز قول دادم که شما در ادامه برنامه قبلیتون که همون خشونت و کودک آزاری کودکان هست در ادامه هم اون میخواید صحبت بکنید. درست گفتم یا نه؟ آره من در خدمتتونم. خواهش میکنم. ما در خدمتیم، بفرمایید. بله، در برنامه قبل من همچنان که شنوندگان عزیز رادیو در جریان هستند، من در رابطه با مسئله خشونت و کودک آزاری صحبت کردم و قول دادم اینو در 3 برنامه. در برنامه اول که قبل به خدمتتون ارائه دادم در مورد آزار جسمی کودکان و کتک زدن و بی‌حرمتی کردن و اینکه کودک از این مسئله چه آزاری میبینه و چه مشکلات روحی و روانی براش بوجود، به طور جدی و خیلی شاید بگم آماروارم به این مسئله اشاره کردم. اما امروز برنامه را اختصاص میدم به آزارهای جنسی، به آزارهای جنسی که متاسفانه با توجه به مسئله تابو بودن و با توجه به مسئله شرم و حیا و خشونتی که در پشت این شرم و حیا خودشو قایم کرده به این اشاره میکنم، یعنی به آزارهای جنسی در محیط زندگی کودکان. مجموعاً این انسان‌ها یعنی وقتی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، نه اینکه فقط به صورت فیزیکی به جسمشون تجاوز میشه، بلکه یک خسارت‌ها و مشکلات روحی روانی در آینده خیلی خیلی دورم حتی براشون به وجود میاره و این باعث میشه که بار سنگین این مسئله تجاوز بر روی شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته تا سالهای سال و حتی تا پایان عمر با خودش همراه بکنه و با خودش داشته باشه. در همین رابطه در اواخر ماه آوریل سال 2016 یه آقای دکتری به نام مایک پیرس در شهر بریستول انگلستان یک نمایشگاه عکس میذاره. نمایشگاه عکس همراه با سرگذشت آدمایی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. آقای مایک پرس خودش دکتره و خودش در سن 6 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و مردای نزدیک طایفه‌اش و از جمله پدرش بهش تجاوز کرده و اینجوری می‌نویسه که من وقتی که بهم تجاوز شد در وهله اول همیشه یک احساس شرمی بود در من و وقتی که کسانی که منو مورد تجاوز قرار میدادن وقتی که اینا را میدیدن احساس خیلی تنفر و در عین این زبونی در خودم میدیدم. به قول خودش میگه دیوهای متجاوزگر همیشه با چهره خندان می اومدن، یعنی بهش لبخند میزدن، یه شیرینی بهش میدادن یا یه چند سکه پولی بهش میدادن و یا اسباب بازی براش میخریدن و مشغولش میشدن. این براش یک کابوسی شده بود. وقتی که به سن نوجوانی میرسه، برای اینکه این کابوسو از خودش دور کنه به اعتیاد روی میاره. وقتی به اعتیاد روی میاره 14 سال آدم معتادی بوده. تمام مشکلاتشو مسئلهش این بوده که بار این سنگین این تجاوزو به جوری حل بکنه. اعتیاد اینجوریه که مثلا آدما را بلک اوت میکنه، آدما را بگم چی حفظ میکنه که این خاطرات رو از یاد ببرن.
در همین رابطه یک سری آمارهایی در رابطه با تجاوزات جنسی به کودکان در سراسر دنیا وجود داره و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از 120 میلیون دختر و پسر بچه مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و اینها کسانی هستند که در کشورهاشون به دادگاه، به قانون، به پلیس مراجعه کردند، ولی میلیون ها هستند که در سکوت و خفای شرم و حیا و در خفای داغون شدن او وضعیت جسمی و روحیشون در سکوت به سر میبرند. آمار تجاوزها در کشوری مثل ایران طبق اون چیزایی تحقیقاتی که شده و این تحقیقات اینجوری شده که اینا به پلیس مراجعه کردن بالاخره، نه اونایی که اصلا در سکوت برگزار میشه و در خانواده ها اتفاق میفته و در نزدیکان اتفاق، چون همیشه تجاوزگران از نزدیکانند، بخصوص تجاوزگران جنسی. شما در نظر بگیر در مدرسه معلم میتونه بچه رو کتک بزنه ولی کمتر معلمی میتونه به بچه ها تجاوز بکنه. در این همه دکترای دبستان ها و دکترهای دبیرستان هایی که در کشور سوئد وجود داره، این دکتری که در شهر فالون در دیشب در راپورت گفت که به 4 سال زندان محکوم شده، بیش از 60 نفر پسر و دختر رو در سنین بین 6 تا 14 سال مورد تجاوز قرار داده. پس بنابراین دیو جنسی، تجاوز جنسی در پشت یک دیوار سکوته. به همین خاطره که آقای مایک پیرز که خودش یک نمایشگاه رو گذاشته بود در شهر بریستول، اسم اینو گذاشته آزار جنسی در سکوت. چرا آزار جنسی در سکوت؟ به خاطر اینکه کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن جرأت نمیکنن این مسئله رو مطرح بکنن، جرأت نمیکنن این مسئله رو به شیوه جدی با نزدیکان و اطرافیانشون مطرح بکنن. چرا؟ چون به طور جدی این مسئله مورد شاید بگم که یا بر اثر ناآگاهی و یا بر اثر تابو بودن و قبح دانستن این مسئله است. تجاوزات جنسی همیشه در جاهایی اتفاق میفته که علم به تجاوز، دانش به تجاوز در بین انسانها کمه و یا اگر کمه این مسئله رو به عنوان یک قبح زندگی بهش نگاه میکنن. در نتیجه مثلا زنانی که از مرداشون کتک میخورن و این بحث اینو جرئت نمیکنن پیش پدر و مادرشون بگن، زنانی که از شوهراشون و یا از دختر بچه هایی که از برادراشون کتک میخورن و فرهنگ حاکم مرد سالار بر جامعه اینا رو حقنه میکنه که من امر بهم مشتبه شده، مثل برادر باید مواظب ناموس خواهرم باشم و این در جامعه به طور جدی و به طور روزمره بازتولید میشه. در همین رابطه است که وقتی به دنیای زندگی دختران و زنان جوان و حتی پیرزنان نگاه میکنی، مسئله بکارت، مسئله نگه داشتن بکارت، مسئله ترس از دست دادن بکارت، مسئله ترس از این که به نوعی جامعه قبولشون نکنه، اینا رو در یک شرایط و فشار روحی جدی به سر میبرن. برای اینکه قبح مسئله کاملا آگاه باشه برای شنوندگان عزیز، من دوست دارم یادداشت یکی از کسانی که قربانی متجاوزی جنسیه و حالا 34 سال سنشه، یک خانم جوونیه و کسی بوده که در این نمایشگاه بریستول هم حضور داشته، برایتون بخونم. داستان کودکی که از سوء استفاده شده داستان ناتمامی است که پایان ندارد و من این را میدانم چون قربانی آن بودم
من میدانم کشیدن بار خاطرات بر دوش چه حسی است، احساس زشت شرمی که مثل لجن به پوست میچسبد. من میدانم زندگی با هراس دائمی از نابکار دیو یعنی چه، مثل لنگری پوسیده است که شما را به باطلاق میکشد. در بزرگسالی خاطرات در مغز ما بر حسب اهمیتشان شکل میگیرند و ثبت میشوند و ارتباط ما با این خاطرات یا برای به یاد آوردن آنهاست یا برای اینکه آنها را در اعماق ناخودآگاه دفن کنیم. برای کودک اما خاطرات رحم کمتری دارند. خاطرات زشت در وجود من لانه کرده و کراهت خود را مثل چرک و خون در زندگی روزمره ام میریزد. اما من نه دلسوزی میخواهم نه ترحم. هرچند از تمام عالم عصبانیم، اما این فقط روایت صادقانه زندگی قربانی کودک آزاری است. 5 ساله بودم که پسر 18 ساله یک همسایه بسیار مورد اعتماد خانواده ما مرا لمس کرد. ما بازی کامپیوتر می کردیم و او پیشنهادی که به برنده جایزه بدهد به من داد. جایزه من شکلات بود. جایزه او این بود که مرا به دیوار اتاق محکم فشار دهد. دستهایش را به روشنی به یاد می آورم. انگشتان دراز و استخوانی و ترسناک او با ترس کودکانه من از او که در چشم من دیوی شده بود در آمیخته و دستان کوچک من روی دیوار سیمانی تصویری است که هنوز در 34 سالگی مضمون کابوس‌های مکرر من است. من از بوی سیمان متنفرم، بی دلیل. از مردان لاغر با دستان دراز و عینک نازک بدم می آید. از همه می ترسم. از بازی کامپیوتر متنفرم. اینها آثار جزئی و مسخره دهشتی است که سالها از آن می گذرد. اما ضربه اساسی تأثیر عمیق روانی است که مثل شبح تو رو دنبال می کند. احساس بی‌ارزشی دائم در طلب تایید بودن و خودانزجاری. این اولین باری است که من لب به سخن گشودم. این مجوزی نیست برای توجیه این که در بزرگسالی چگونه زندگی می کنم، یا توجیهی برای اشتباهاتم یا توجیهی برای اشتباهاتی که در آینده به دلیل کمبودهایی که از آنها رنج می کشم مرتکب خواهم شد. هدف من برانگیختن ترحم و یا ایجاد این تصور کاذب نیست که برایم مشکل نیست و یا اهمیتی ندارد و یا خود را وادار کنم در زندگی روزمره خودم را به چشم قربانی نبینم. خیلی سال بعد بالاخره به خانه کودکیم برگشتم. به همان خانه، از کنار همان دیوار گذشتم، از همان خیابان، از کنار همان احساس تهوع و میل به فرار داشتم. او به دیدنم آمد. نه به دیدن آن قد بلندی بود، نه به آن ابهتی که به یاد می آورم. موجودی رقت انگیز، استخوانی، هرزه، بدون هیچ برجستگی و یا ویژگی خاصی. اما چهرهش همیشه مثل دیو در زندگی من است. آمده بود سلامی بدهد، به همین سادگی، مثل دوست قدیمی. پس از سالها وقتی بالاخره برای نزدیکانم مسئله را فاش کردم، به من گفتند دهنت را ببند، آبروریزی نکن. ظاهراً حرف زدن در این باره کار درستی نیست. آن زمان تصمیم گرفته بودم موضوع را با مادرم در میان بگذارم و یادم هست که با چه شرمی همان مختصر را گفتم. واکنش او در داغ بود، نه به دلیل ماهیتش بلکه از نظر مکانیسم دفاعی متفاوتی که در پیش گرفت. مادرم اصلاً به روی خود نیاورد، در سکوت نشست و چشمایش را به تلویزیون دوخت.
وقتی برایش تعریف میکردم چه اتفاقی برایم افتاده یک کلمه حرف نزد. چنان به صفحه تلویزیون زل زده بود انگار زندگیش به آن وابسته بود. سالها طول کشید تا بتوانم او را ببخشم و بفهمم او زیر بار گناه غفلت از فرزند چه درد و رنجی میکشد. خواهران بزرگترم هم عکس‌العمل بهتری نداشتند. یکی مرا متهم به اغراق‌گویی و غلو کرد و دیگری مثل مادرم سکوت کرد، شاید با واکنشی زنده تر. شاید جا خورده بودند، شاید هم دلشان به درد آمده بود، شاید دنبال راهی برای فرار از کراهت موضوع بودند. اما جایی بین انکار، اتهام و سکوت من از آن که به فریاد کمک شبیه بود دست شستم. اگر کسی بر زخم من مرهمی بگذارد خودم هستم. میدانم مادرم هنوز با دلی شکسته میگرید و به تلخی خود را ملامت میکند. ای کاش این را زمانی میدیدم که نیاز داشتم ببینم کسی در سوگ کودکیم میگرید. شاید مادرم فکر میکند کوتاهی کرده، شاید به نحوی هم همینطور باشد، هم در نگهداری و هم در اعتماد من. دیگر از سرزنش دیگران و خودم گذر کردم. مردم با فاجعه به اشکال مختلفی کنار می آیند. ای کاش مادر من هم با آن به نحو دیگری مواجه می شد. اما حتی اگر تمام این اگرها محقق می شد، من باز آرزوی دیگری می کردم. من الان دیگر کودکی نیستم که به راحتی تحت تأثیر قرار بگیرم، بازیچه دیگران شوم. اما این برای من هیچ معنایی ندارد. متاسفانه خاطرات تلخ گذشته من را به زنجیر کشیده و عذاب می دهد. خاطراتی که با وجود سالها روان درمانی نه کمرنگ می شوند نه محو. من توانستم به آنجا برسم که بدانم او دیگر نمی تواند به من آسیبی بزند. اما او شیطانی است که من باید بار گناهانش را بر دوش بکشم. تأثیر چیزی مثل دیو است که دائم تغییر شکل پیدا می کند. وقتی کوچک بودم خشم بود و فریاد، اعتراض. در نوجوانی برای مردان اغواگری می کردم و به من احساس قدرت می داد. در بزرگسالی سردرگمی بود و در ماندگی و ملامت، درد، خشم. اما با مرد فوق العاده ازدواج کردم که اکنون پدر دختران من است. به عنوان همسر و مادر من به قالب کاملا متفاوتی در آمدم. بعضی زخمها التیام یافته، اما بعضی دیگر جای خود را به زخمهایی عمیق‌تر داده است. اکنون ترس از این که اتفاقی مثل این برای دخترم بیفتد مثل شبحی من را دنبال می کند. وقتی مردی جز همسرم دخترم را آغوش می گیرد نفسم تنگ می شود و دائم می ترسم که مبادا تبدیل به او شود. جایی خواندم که بعضی وقتها قربانیان همان رفتارهای فرد کودک را بروز می دهند و این از ذهن من پاک نمی شود. این احساس نفرت انگیز و چندشاوری است که همیشه منتظر نابودی خود باشی در تنهایی. این حرفهای یک قربانی یا قهرمان نیست. این فقط روایتی است و دست و پا زدنهای شخصی است که می‌خواهد بر نتیجه بازی مرگبار یک دیو با یک کودک فایق بیاید. من اگر بخواهم بچه‌هایی مثل خودم را به کسی یا چیزی تشبیه کنم، به پیتر پان تشبیه می‌کنم. ما به نحوی نمی‌گذاریم کودک درونمان رها شود، البته به دلایلی نه زیبایی ناکجا آباد. دیوهای کودکی واقعی هستند، اما زیر تختهای ما پنهان نشدند. آنها از در می آیند و با لبخند.
این سرگذشت خانم 34 ساله‌ای بود که خودش عکس خودش رو در این دیوار سکوت در بریستول گذاشته و اینو با خبرنگارا و با مصاحبه کننده ها در جریان گذاشته. وضعیت آزار جنسی، اگر اسماعیل ببخشید اگر موافق باشی یه ترانه‌ای بریم، یک آهنگ کوتاهی بریم، بعد با هم در خدمتتون خواهیم. مرسی عزیزم. خب در خدمتی. در رابطه با مسئله تجاوز جنسی، با توجه به اینکه در جامعه مثل ایران، در پاکستان، در هند، در کشورهای مثل که آزادی و دموکراسی وجود نداره و در کشورهایی که حاکمیت فاسد مذهب برقراره، متاسفانه بیشترین تلفات دختر بچه هایی هستند که قربانیش میشن. شاید بگم در چند سال گذشته تحقیقات زیادی سر مسئله ازدواج های بچه های کوچک در ایران شده بود. در سال 1391 یه آماری اومده که تقریباً بر پایه همین آمار در میانگین سنی ازدواج و تقریباً برای مردان 28 ساله و برای زنان 23 ساله با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران. اما ازدواج دختر بچه ها در جامعه به طور فراوان وجود داره. مثلا در یک لیستی که در اداره ثبت احواز در شهر احر ثبت شده، 114 دختر بچه زیر 15 سال ازدواج کردن. در ادامه همین بحثا دختران زیر 10 سال حتی ازدواج کردن و بیشتر از تقریبا در استان تهران بیش از 75 فقره دختران زیر 10 سال شوهر داده شدند و همچنین این دختران در رابطه با کسایی ازدواج کردن که 30 سال از خودشون بزرگتر بوده. در استان کردستان 6 دختر زیر 10 سال ازدواج کردن و اینا ازدواجایی که اداره ثبت اینا را ثبت کرده و سن یکی از این 10 دختر 7 سال و 3 ماه بوده و اینا را شوهر دادن. قانون ضد بشری مذهب و بخصوص مذهب اسلام به حدی در این رابطه فاسده و جنایتکاره، هیچ رحمی به نیمه جامعه ایران، جمعیت ایران نمیکنه. در همین رابطه است که دختر بچه هایی که در خیابونا ماشین میشورن، گدایی میکنن، به طور روزمره مورد تجاوز قرار میگیرن. سازمان نجات کودک در کشور سوئد یک سری نکاتی رو به عنوان تجاوز به کودکان در صفحه خودش نوشته. تجاوز جنسی به کودکان اینی که به بدنش دست بزنی، دست ببری تو شورتش، دست ببری تو سینه بندش، بدنش رو لمس کنی. همه اینا به عنوان تجاوز ثبت میشه. در طول سال 2014 در کشور سوئد در همین رابطه تجاوز جنسی به کودکان، یعنی از این قبیله، مثلا تفساش کرده به قول خودشون، یعنی دست به کونش زده، دست به باسنش زده، دست به سینه‌اش زده. 27,000 مورد اتفاق افتاده و اینا را آنملا کردن.
در کشوری که به این آزادی وجود داره و از اینم شرم ندارن، مثلا اگر بچه من مورد تجاوز قرار بگیره صاف میرم به روزنامه ها میگم فلانی به بچه من تجاوز کرده. ولی حساب بکن در کشوری مثل ایران این مسئله چه قباحتی برای خانواده به وجود میاره. و این تصویری که من نامه این خانم 34 ساله را خوندم مساوی با اینی که این تازه در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده. و اگر این در کشور ایران، اگر ما در نظر بگیریم خونه های دخترای همسایه هامون، بچه ها و چیزای دانش آموزای مدارس چقدر مورد تحقیر و توهین قرار می گیرن و اینها به عنوان تجاوزات جنسی و روحی است. وقتی من به کسی فحش میدم، به خواهرش یا به مادرش فحش میدم. همه اینا یک بازتابیه از زندگی که امروز ما در اطراف خودمون میبینیم و میدونیم به بچه ها و انسان هایی که جسمشون کوچکه در اطراف ما هستن چقدر تجاوزات روحی و جسمی به طور روزمره اتفاق میفته. در همین رابطه یک گزارش یا یک نکاتی وجود داره که سازمان نجات کودک در این رابطه برای آگاهی از اطلاعات جامعه اینو در اختیار جامعه گذاشته که انسان‌های بزرگ مواظب بچه‌های کوچک باشن که مورد تجاوز قرار نگیرن. یک چیزی که طبق آمار یونیسف چیز شده 98% از متجاوزین به دختران و پسران کوچک از خانواده و اطرافیانشونن. برادرشه، خواهرشه، کس و کارشه، کسایی که نزدیک فامیلن. 98% از این تجاوزات 2% در خیابون اتفاق میفته، 2% در کوچه اتفاق میفته، بیشترینش در محیط خونه اتفاق میفته. و برای همینه که 120 میلیونی که سازمان بهداشت جهانی بهش اشاره میکنه رقمیه که مثل کشور سوئد میگه آره ما 27,000 مورد اینجوری داشتیم. ولی تو در ایران و پاکستان که تجاوزات جمعی به زنان و دختران اصلا مثل قهرمان پروریه، مثل فیلم‌های داراسینگ و هرکوله. وقتی اینجوریه وای به حال دختر بچه‌های کوچکی که هیچ گونه پناهی ندارند. سازمان نجات کودک و سازمان‌های بهداشت جهانی یک سری چیزایی رو معرفی کردن به عنوان اینکه 5 نکته اساسی برای آموزش پیشگیری از آزار جنسی به کودکان اسمش گذاشتن. پدر و مادرها و یا بزرگای اطراف کودک با به اینا توجه کنن. در نامه این خانمی که براتون خونم کاملا محرز بود. وقتی دختر بچه‌شو کسی غیر از شوهرش بغلش میکنه مو به بدنش سیخ میشه. چرا؟ خاطرات دوران 34 سال پیششه و این تأثیرات روحی و روانی به جوری برش گذاشته که هنوز نمیتونه، با توجه به اینکه خیلی برای سمتال و تراپی و اینا رفته ولی هنوز نمیتونه ولش بکنه. یعنی در یک وضعیت روحی و فکری این مسموم شده که دیگه با داروی سمتال چیز نمیکنه و تراپی درمان نمیشه. این 5 موردی که سازمان نجات کودک و سازمان‌های بهداشت جهانی و سازمان دفاع از حقوق کودکان در دنیا بهش اشاره کرده اینجوره: بدن کودک فقط متعلق به خودش و اختیار بدنش فقط دست خودش است، نه هیچ کس دیگر. هیچ کس اجازه ندارد کاری با بدن او بکند مگر در مواردی مثل حمام رفتن باید با پدر و مادر یا معاینه پزشک، حتما باید پدر و مادر در کنارش باشند. اگر کسی چنین درخواستی کرد کودک حتما باید به فرد مورد اعتمادش این موضوع را اطلاع دهد. ما باید به کودکانمون یاد بدیم اگه کسی به جسمتون دست زد فوراً به ما بگید. نگفتن
نگفتن حق کودک است. نگفتن را به کودک یاد بدهید. بگه نه. وقتی کسی دست به جسمش میزنه بگه نه. کودک حق نه گفتن را باید به او یاد داد که این حق اوست و نباید از نه گفتن احساس خجالت یا ناراحتی کند. وقتی کودک نه گفتن را یاد بگیرد و آن را حق خود بداند، یاد میگیرد که اختیار بدن و احساساتش را در دست خودش داشته باشد. به عنوان پدر و مادر گاهی شما مجبور میشوید که برخلاف میل کودک رفتار کنید. اگر کودک بتواند به اعضای خانواده نه بگوید، یاد میگیرد که به دیگران هم نه بگوید. به کودک آموزش دهید به هر کس بخواهد به بدن او کاری بکند حتما باید نه بگوید و اصرار یا تطمیع و یا هر روش دیگری نباید نه گفتن را عوض کند. رازهای بد نباید راز بمانند. بعضی وقتا خانواده ها بچه ها را یه جوری تربیت نه 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 اخه اینجوری نگو، نه 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 این حرفو نزن. مثلا میگه که فلانی دست زد به کون من، میگه نه 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 این حرفو نزن. اینو نباید بگیم، باید اینو با صدای بلند بگه. کودک باید یاد بگیرد درباره رازهایی که او را ناراحت میکنند حرف بزند. به کودک باید یاد داد که بین راز خوب و بد تفاوت وجود دارد. رازهای خوب مثلا خرید پنهانی هدیه برای جشن تولد دوستش، اینا رازهای پنهانیه، این خوبه، را میتوان مخفی نگه داشت. اما رازهای بد را باید به هر فرد مورد اعتماد گفت. برای این کودک بتواند چنین کند باید اعتماد به نفس داشته باشد و این بار زندگی در آسایش و امنیت را حاصل کند. بزرگترین ابزار کودک آزاری مخفی کاری است. این راز بین من و توست. همیشه تجاوزگر به قربانیش میگه این راز من و توست، نباید کسی بفهمه و با پول، با شیرینی، با چیزای اسباب بازی این راز من و توست، نباید کسی بفهمه. باید کودک رو یاد داد که این رازا راز من و تو نیست، باید در مورد این صحبت کنه، چون این کاری خلاف میلش و این کاری تجاوز به حرمت اونه. کمک بخواه. همیشه کسی هست که کمک کند. اگر کودک احساس غم، نگرانی یا ترس می کند، می تواند با بزرگسالی که به او اعتماد دارد این را در میان بگذارد. به کودک اطمینان خاطر بدهید که این احساسات منفی تقصیر او نیستند و بیان آن هم برایشان دردسرساز نخواهد بود. چون بعضی کودکان خیال میکنن اگر این مسئله رو بگن برای پدر و مادرش مشکل به وجود میاد، چون اگر اینو بگن پدر و مادرش ازش عصبانی میشن، چون اگر اینو بگم، مثلا اگه بگم پسر عموم این بلا رو سرم آورده یا برادر بزرگم این بلا رو سرم آورده، اگه اینو بگه فکر میکنه پدر و مادر از این مسئله ناراحت میشن. باید بهش یاد بدیم که نه، باید اینو بگه. ممکن است این موضوعات با خواهر و برادر، دوست خانوادگی، معلم یا پزشک و روانشناس مطرح شوند. به محض اینکه بزرگسالانم وقتی این مسئله رو میفهمند، باید حتما اولین کاری که میکنن باید بچه رو ببرن پزشک و پزشک معاینش بکنه و خودشون حضور داشته باشن. هیچ وقت در رابطه با مسئله پزشک، مسئله بیمارستان نباید کودک را تنها گذاشت، چون با توجه به اتیکتی که روی بیمارستان و روی اینجور جاها هست، حتما این احساس میکنی که نه، پدر و مادر در سخت‌ترین شرایط کار بیمارستانی باید پیش کودک حضور داشته باشند. و این 5 مورد که من خدمتتون عرض کردم موارد خیلی زیادی است. من پیشنهاد میکنم بخصوص پدر و مادرها، بزرگسالا به سایت سازمان نجات کودک در سوئد مراجعه بکنن.
در غیر اینکه در رابطه با این مسئله خیلی اطلاعات جالبی است، برای ما خود بزرگایی که در سنین کودکی مورد تجاوز قرار گرفتیم، مورد بی‌حرمتی قرار گرفتیم، چجوری با اینا کنار بیاییم؟ به کجا مراجعه بکنیم؟ چه کمکی لازم داریم؟ دیوار سکوت که اسم نمایشگاه دکتر مایک پیر در بریستول انگلستان بود، به نظر من 1/1000 یا 1,000,000 اون اتفاقاتی است که در دنیای کودکان برای کودکان میفته. امروز مایک پیر به عنوان کسی که خودش مورد ستم و آزار جنسی قرار گرفته، خودش به عنوان پزشک، اسماعیل عزیز 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آره، خودش به عنوان پزشک پرچمدار این مسئله شده این سکوتو بشکنن. اطلاعات در رابطه با این مسئله به جامعه هرچی فراوون باشه کمتره و این سلامتی و امنیت جسمی و روحی کودکان در جامعه را تضمین میکنه. به هر حال من در برنامه سوم یا در برنامه آینده به مسئله اینترنت و تجاوزات جنسی به کودکان در اینترنت میپردازم و این مسائل برای من از اینجا اهمیت داره که اطلاعات دادن و با توجه، من عضو فعال سازمان نجات کودک هستم و سال با سازمان نجات کودک در این رابطه کار میکنم و اینو امر خودم میذارم به عنوان کسی که این اطلاعات و دانش رو دارم در اختیار جامعه بذارم و ممنونم از همکاران عزیزم در رادیو رهاورد که این وقت رو دادن که من مزاحم شنوندگان عزیز باشم و این اطلاعات رو با هم دیگه تقسیم بکنیم. من دوست دارم کسایی که خودشون تجربیات شخصی دارن و یا کسایی که خودشون با این موارد کار میکنن و دانشی در این رابطه دارن در رادیو صحبت بکنن. یکی از چیزایی که برای ما اهمیت داره اطلاع دادن به هم دیگه و آگاه شدن از مسائل و مشکلاتیه که در زندگی کودکانمون اتفاق میفته. برایتون تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. ممنونم از اسماعیل مولودی عزیز با برنامه بسیار بسیار خوبش. تا برنامه بعدی ازش خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. تشکر از لطفتون. شبتون بخیر. شب بخیر. خب دوستان عزیز، گفتگوی آقای مولودی بود در مورد کودک آزاری و خشونت کودک